السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر صدا باشد آگاه کنید. صدا هست برادر؟ خب مادامی که صدا هست شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، به نزدیکی دانشجویان و طالب علمان به سوی مدرسه و مکتب و دانشگاه ها رهسپار می شوند. بنابراین خواستیم آید این مسئله کمی صحبت کنیم و انشالله باز به سوال های شما جواب می گوییم. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره فضیلت حضرت آدم علیه السلام را بیان کرد. الله تعالی گفت که وعلم آدم الاسماء كلها. الله تعالی نامی تمام مخلوق ها و موجود ها را به حضرت آدم علیه السلام تعلیم داد. یعنی این کوه است، این اسب است، گفته الله تعالی نامی موجودات را به حضرت آدم علیه السلام تعلیم داد. وعلم آدم الاسماء كلها. الله تعالی به حضرت آدم تمام نام ها را تعلیم داد. نه فقط نام ها را. اسم این نام است. مسما این چیزی که صاحب نام است. مثلا سنگ، کلمه سنگ این اسم است، لیکن خود سنگ این مسما هست. یعنی هم مسما را تعلیم داد که انا همین سنگ است، این شتر است. حتی بعض مفسرها رحمت الله علیهم میگویند که الله تعالی هم اسم کبیر و اسم مصغرش را هم تعلیم داد. مثلا قصعتون طبق است و این چونین صیغه تصغیرش یعنی طبقچه. چخیلی که حسن نام دارد لیکن حسینش حسنچه هست، یعنی صیغه تصغیر میگم. انس اونیس، انسچه. حتی همین ها را هم تعلیم داد. و بعض علما در تفسیر این آیت گفتند که الله تعالی تمام چیز را تعلیم داد به حضرت آدم علیه السلام. حتی زبان ها هم که 7000 زبان هست عین حال. ولی بودند بعضی زبان هایی که نابود شدن، مزمحل شدن، از بین رفت، یا بعضی زبان هایی که کم استفاده شدند، زبانی مشهور نیست. مثلا الان از همه زبان مشهور این زبان انگلیسی هست و بعد از آن زبان عربی هست و اینچنین زبان خیتایی هست از سبب بسیار بودن اهالی مردم خیتای. و اینچنین زبان خیتایی هم یکی از قدیمترین زبان ها هست. 10 قدیمترین زبان ها هست، یکی آن زبان خیتایی هست. یعنی الله تعالی همه این نام ها را به حضرت آدم علیه السلام تعلیم داد. و علم آدم الاسماء كلها.
ثم عرضهم على الملائکه، سپس همون مسماها را، همون اشیاها را، مثلا کوه و درخت و اسب و موجودات را به فرشته ها پیشنهاد کرد. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ای فرشته ها، اگر شما راستگوی باشید در کدام قول، در آن قولشون که پروردگارا برای چی تو آدم را می آفری؟ آدم مانند جن ها هم در روی زمین فسادکاری می کند، خون ریزی می کند. چی لازم؟ ما باشیم تو را تسبیح می گوییم، تو را ذکر می کنیم، یعنی ما همیشه در طاعت و عبادت تو هستیم گفته بودند. الله تعالی گفته بود که اینی اعلم ما لا تعلمون، من چیزهایی را میدانم که شما نمیدانید. و اون نام ها را الله تعالی به حضرت آدم علیه السلام تعلیم داد. سپس به فرشته ها گفت که انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر شما راستگوی باشید در آن قولتان که ما از آدم بهتر گفتن، اگر همون قولتان راست باشد، شما نام این مخلوقات را به من خبر دهید. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. اونا نتوانستند، گفتند که سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگارا تو پاک هستی، ما هیچ علمی نداریم مگر آن علمی که تو به ما تعلیم دادی، یعنی ما نام این مخلوقات را نمیدانیم. گفتن ما نام مخلوقات را نمیدانیم. گفتن بعد الله تعالی گفت که یا آدم انبئهم باسمائهم، ای آدم به فرشته ها نام این موجودات را خبر ده، از نام این موجودات فرشته ها را آگاه کن. فلما انبأهم باسمائهم قال علم اقول لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. وقتی که حضرت آدم نام موجودات را گفتند، چیزی که فرشته ها ندانستند، بعد الله تعالی گفت که ای فرشته ها، مگر من به شما نگفتم که من غیبی آسمان های و زمین ها را میدانم؟ آن چیزی که شما آشکارا میکنید و پنهان میکنید من همه چیز را میدانم، مگر من همین خیلی نگفتم؟ یعنی فرشته ها را الله تعالی تنبیه داد. یه مراتبه به همین آیت نگاه کنید. حضرت آدم در اینجا علم دینی داشتند یا علم دنیوی؟ نام مخلوقات را دانستند. مثلا این نوع تلفن مثلا سامسونگ است، اینش مثلا آیفون است. گفتن علم دینی هست یا علم دنیوی هست؟ این علم دنیوی هست، چون که علم دینی درباره الله تعالی و شریعت آیین پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخن میکند با دلیل ها. علم دنیوی هر چیزی که آیین دنیا هست. ببینید حضرت آدم علیه السلام نام موجودات را دانستند، فرشته ها ندانستند. بعد الله تعالی چی گفت؟ و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. ما به فرشته ها گفتیم، الله تعالی میگوید اسجدوا لآدم، با آدم سری تعظیم فرورید، سجده کنید. این سجده بعض آدم ها از مفسرین میگن که مراد از این سجده سجده انحنا میگن، یعنی سجده تعظیم، سری فرود آرید، به بزرگی آدم علیه السلام دیگر قائل شوید، سری تعظیم خم کنید. یک معنایش سجده حقیقیه که ما در نماز سجده میکنیم، لیکن بعضی علما گفتن که این سجده اصلا به الله بودو، لیکن آنها به طرف آدم علیه السلام نگاه کرده سجده کردند. امر همین خیلی شد میگن، یعنی آدم در طرف قبله صحابه ها فرشته ها ایستادند، حضرت آدم در قبله فرشته ها ایستادند،
فرشته ها به الله تعالی سجده کردند، لیکن بین الله تعالی و بین فرشته ها آدم علیه السلام بود. بنابراین از همین جا شاید بعضی علما اشاره کردند که کلمه قبلگاه، بعضی مردم تاجیک پدر را قبلگاه میگن، شاید گفتن سببی پدر را قبلگاه گفتن از همین جا باشد، چون که حضرت آدم علیه السلام پدری آدمیزاد هستند، ابوالبشر، پدری تمام انسانیت هستند. الله تعالی سلام و درود به حضرت آدم و به جمله پیغمبرها و علل خصوص به پایان و خاتمه ایشان به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام و درود فرستاند. خلاصه حضرت آدم علیه السلام ببینید در اینجا الله تعالی اشاره به مقام عالی. ببینید حضرت آدم علیه السلام الله تعالی میداند که گناه میکنند. فعصى آدم ربه فغوى، آدم پروردگارش را گناهکاری کرد و برای کج رفت. میداند الله تعالی که آدم گناهکاری میکنه، از جنت رانده میشد، لیکن فرشته ها چی؟ فرشته ها لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. فرشته ها الله تعالی را گناه نمی کنند، همیشه در اطاعت الله تعالی هستند، فرمان های الله تعالی را اجرا می کنند. لیکن ببینید که فرشته که گناه نمی کند، در بین آنها جبریل و میکائیل و ملک الموت و اسرافیل و بزرگان فرشتگان هستند. حتی بعضی فرشته ها را پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردند که یک فرشته را وقتی که الله تعالی آفرید الله اکبر گفته به سجده رفته بود است. سبحان ربی الاعلی گفته در سجده الله تعالی را ذکر میکند. روز قیامت سرش را میبردارد، میگن روز قیامت سر میبردارد. سبحان الله میگفت است که سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، پروردگارا تو پاک هستی، ما در حقیقت اطاعت تو را به جا آوردیم، بندگی تو را به جا آوردیم. روز قیامت سرش را میبردارد. فرشته ها در اطاعت هستند، لیکن برای چی الله تعالی فرشتگانی که گناه نمیکنند همیشه در طاعت هستند به آدم علیه السلام سجده کن گفت؟ به کدام خاطر؟ به خاطر علم، اون هم با علم دنیوی برادرها، چی جای علم دینی؟ ببینید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، شما یا مراتب به خاطر بیارید ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ای امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چون وقتی که ما به فرشتگان گفتیم که اسجدوا لآدم، با آدم سجده کنید، اسجدوا لآدم، با آدم سجده کنید، فسجدوا، همه سجده کرده الا ابلیس، مگر ابلیس که این نامی شیطان است، یک شیطان. اصلا یا برادر کدام رو سوال کرد که همون شیطانی کلانی که به آدم علیه السلام سجده نکرد و نامش شیطان است یا نامش جن هست یا نامش ابلیس هست؟ گفته او نامش ابلیس هست، چخیلی که الله تعالی گفت که الا ابلیس، مگر ابلیس. این نامی همان جن است که بعضی هم میگن که ابوالجن، پدری جن ها میگن، یعنی همین جن بزرگ، جن کلانی که سجده نکرد اسمش ابلیس بود. اما شیطان این صفت است، این شیطان میتواند صفتی آدم ها هم شود، صفتی جن ها هم شود. الله سبحانه و تعالی گفت که شیاطین الانس والجن، شیطان های انسی و شیطان های جنی گفت. یعنی شیطان ها می شود هم انسی هم جنی. هر کسی که شما را وسوسه به گناه میکند، خواه از جنس آدمیزاد باشد، از جنس انسانیت، خواه از جنس جن باشد، او شیطان است. اما مثلا جنی که به کاری بد وسوسه نمیکند، جنی مسلمان است یا
یک شخصی مسلمانی انسانی مسلمان است اونا شیطان نیستن. کدام انسانی که به کاری بد یار و دوستان خود نزدیکان خود وسوسه کند و شیطان است، شیطان انسی هست. شیطان انسی ضررش بزرگتر است از شیطان جنی، برای اینکه از جنس خودمان که هست وسوسه کردنش آسانتر است. خلاصه شیطان این صفت است. جن این اسمی همین مخلوق ها هست، چخیلی که اسم جنس انسانیت این انسان هست، ناس اون آدم ها انسان ها هست، اونم جن هست و جن ها هست. اون یعنی جن ها میشد مسلمان، جن ها میشود کافر. لیکن این ابلیس فقط نامی یکی از جن ها که این بزرگترین جنی که علم داشت و عالم بود و حتی میگم به فرشته ها درس میگفت، این همین ابلیس است. فسجدوا الا ابلیس. ابلیس سری تعظیم به علم نآورد، باید در پیشگاه علم سری تعظیم، سری خاکساری باید آورد. زانوی ادب در نزد اهل علم میشد و الا علم نمیگیرید. ببینید نتیجه فرشته ها رو بینید که به علم سرخم کردند، خاکساری کردند. اگر به علم خاکساری نکنید علم نمیگیرید. خیلی که در یکی از صحبت ها بیان کردیم از 7 شرط طلب علم، از 7 شرط های نائل شدن به علم یکیش خاکساری هست. امام بخاری هم از تابعین بزرگوار مجاهد ابن جبر در صحیح بخاری روایت کردن که لا یطلب العلم مستحین ولا مستکبر. گفتن آدمی که متکبر است و آدمی که شرمگین هست علم نمی آموزد. آدمی متکبر کبر دارد، میگم من در نزد این دیهاتی چه خیلی علم میگیرم، چه خیلی من در نزد این دیهاتو با آداب میشینم، از این میپرسم. کبر دارد، کلانیگری داره، اون نمیتونه علم گیرد. و این شخصی که شرمگین است نمیتوند پرسد. حاضر اگر پرسم شاید گویند که مقصد نخواد همین مسئله عادی را هم ندانی، گفته دیگرها تنقید میکند، گفته خاموش میشینه، در نتیجه از علم محروم میشه. استاد یک گپ میگه طلبه نمیفهمد، دیگرها که نپرسید اینم نمیپرسد که از شرم، اینم علم نمیگیرد. بنابراین یکی از شرط های طلب علم خاکساری. له تغرب و تواضع و ترع و جوع و هم و عصی هواک و تبع. له تواضع، برای علم شده خاکساری کن. محمد ابن قاسم رحمت الله علیه 25 سال در نزد محمد ابن ابراهیم رحمت الله علیه دو زانو نشستن. 25 سال علم گرفتن از یک شخص تا وفاتش. همین خیلی است. فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن غیر ابلیس. ابا، سرکشی کرد. ببینید یک سجده نکرد، همونم برای آدم. پس چی جای آنهایی که به الله سجده نمیکنن؟ در یک روز 17 رکعت فرض است، هر یک رکعت 2 سجده دارد، 34 میشد. 34 مراتب فرمان الله تعالی رو انکار میکنه. آدمی که نمازخوان نیست در یک شبانه روز 34 مراتبه از امر پروردگار سرکشی میکند. شیطان ابلیس یه مراتبه سجده نکرد، اونم برای آدم علیه السلام. چی شد؟ ابا، سرکشی کرد و استکبر، کلانیگری کرد و کان من الکافرین، از جمله کافرها شد. دنیا آخرتش سوخت. نه علمش فایده داد، نه آن عبادت هایی که چندین هزارها سالها پیشتر انجام داده بود فایده نداد. خلاصه برادرای عزیز، نقطه مهم این است که حضرت آدم علم دنیوی داشتن در اینجا. وقتی که به علم دنیوی هم سری فرود نآورد عاقبتش چی شد؟ و بله علم ها قطعی نظر در دین مقدس اسلام
علم دینی هست، علم دنیوی هست، هر دو هم محمود و مطلوب هست. هر دوش هم تعلیم گرفتنش خوب است. و لیکن هر یک علم برای خود فضیلت خاص دارد. یعنی علم ها در یک وزن نیست. مرتبه همه علم ها برابر نیست. علم آدم شناسی بالاتر از علم حیوان شناسی هست مثلا. یا علم فقه بهتر از علم طب هست و علم عقیده بهتر از علم فقه هست و علم توحید که مخصوصا درباره الله تعالی سخن میکند او شریفترین علم ها هست. چون که علم عقیده درباره جن هم صحبت میکند. حتی اگر کتاب های عقیده را خوانید، من امام طحاوی عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و عقیده قاضی ابو یوسف شاگرد پیش قدم امام ابو حنیفه و عقیده امام محمد ابن حسن شیبانی رضوان الله علیهم اجمعین را در عقیده طحاوی که اصلا یعنی عقیده از نگاه مذهب حنفی هست اون بیان کردم. در یک جملهش گفتن که و نرى المسح على الخفین فی السفر والحضر. ما یعنی اهل سنت و الجماعت از جمله مذهب حنفی جایز می شماریم مسح کشیدن به مسحی را در سفر و در حضر. گفتن در سفر و در حضر مسح کشیدن به مسحی را جایز می شماریم. مسح کشیدن به مسحی اصلا مسئله عقیدوی نیست، لیکن برای چی در کتاب عقیده ذکر کردن؟ بله اصلا عقیدوی نیست، لیکن با رفت زمان عقیدوی شد. چون که مردم رافضه به پای لوچ مسح میکشن که این نادرست است و طهارتش هم طهارت نه، نمازش هم نماز نه. و مسحی 40 حدیث خیلی که امام محمد گفتن که در با آیید مسح کشیدن به مسیح در قلب ما یگان شبهه نیست. 40 حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. گفتن مسح کشیدن اصلا به مسیح این یک عمل فقهی هست، یک علم فقهی هست، لیکن در کتاب های عقیده ذکر میکنه علما. بنابراین در کتاب عقیده خیلی که گفتیم آیید جن معلومات هست، آیید قبر معلومات هست، آیید جنت معلومات هست، آیید دوزخ معلومات هست، آیید مثلا صحابگان همسران جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیید پیغمبرها، آیید کتابها، حتی مثلا درباره کتابهای تورات و انجیل و مثلا زبور و درباره این چیزها هم معلومات به علم عقیده. علم عقیده علم وسیع هست، لیکن علم توحید که در داخل علم عقیده هست و شریفترین علم ها هست، او درباره الله تعالی سخن میکند. فقط درباره کارهایش، نامهایش، صفاتهایش، عظمتش، جلالتش، قدرتش. یک علم مثلا علمی اگر ستاره شناسی را گیرید، آیید یا مخلوق ستاره ها معلومات میگیرید، یا درباره آفتاب و ماهتاب و مثلا یا هوا و آب و یا زمین سنجی و خاک سنجی و مثلا یا علم فیزیک، علم طبیعت، علم بیولوژی، زولوژی انسان. این علم ها همش علم های دنیوی هست. یعنی شرفی هر یک علم بنابر شرفی معلوماتش هست. درباره چی معلومات میتید؟ مثلا طبیب انسان، کسی علم طب انسانی را تعلیم میگیره، مرتبهش بالاتر است از طبیب بیطار، طبیب حیوان. چون که علم بیطاری آید علاج عضو بدن حیوان معلومات میدهد، علم طب آید علاج یعنی بدن انسان معلومات میده، مرتبه اینش بلند است. همین گونه علم توحید درباره الله تعالی سخن میکند، درباره خالق. دیگه همه علم ها درباره مخلوق ها. جنت هم مخلوق است، دوزخ هم مخلوق است، فرشته ها هم مخلوق است، پیغمبرها هم مخلوق است، جن ها هم مخلوق است. یعنی درباره دیگر مخلوق ها علم ها معلومات میده، اما علم توحید درباره خالق معلومات میده. بنابراین اون شریفترین علم ها هست. لیکن
شریعت هیچگاه برادران عزیز به علم دنیوی دشمنی ندارد، بلکه علم دنیوی جزئی علم دینی هست. خیلی که فیلسوف لاحور رحمت الله علیه میگوید حکمتی اشیا اگر دانی یقین، نیست هرگز زاده مغرب زمین. علم دنیا این مال اروپایی ها نیست، بلکه آن علم سماوی بوده است، هم به شرق و غرب مساوی بوده است. علم دنیا این علم از آن اروپایی ها نیست. ببینید شاید 100 سال پیشتر این سخن گفتم. حکمتی اشیا اگر دانی یقین، نیست هرگز زاده مغرب زمین. این علم اونها نیست، بلکه آن علم سماوی بوده است. علم دنیا هم علم آسمانی است. الله از آسمان نازل کرد. دلخواه مخلوق بیارید، دلخواه علم بیارید. ولی در ابتدا درباره علم زبانشناسی سخن کردیم. 7000 زبان است. علم زبان را کی تعلیم داد؟ الله به حضرت آدم علیه السلام تعلیم داد. 7000 زبان هست عین حال. چون که ببینید وقتی که بین حضرت آدم علیه السلام و بین حضرت نوح علیه السلام 10 قرن گذشت، 10 نسل گذشت. یعنی نوح 10مین فرزندان حضرت آدم علیه السلام هستند، نبیره ابیره. و سموره ابن جندوب از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت میکنند که گفتند که سام ابو العربی و حم ابو الحبشی و یافث ابو الرومی. یعنی این حدیث امام احمد و امام ترمذی در سنن و امام احمد در مسند روایت کردند. یعنی در این حدیث آمده است که سام پدری عرب ها هست. سام این فرزند نوح علیه السلام. حام این پدری حبشی ها هست، یعنی پدری مردم افریقایی ها هست. و یافث این پدری روم هست، یعنی اروپایی ها. ابو روم پدری رومی ها. این حدیث خیلی که گفتیم امام ترمذی روایت کردن، گفتن که وقال حسنون، این حدیث حسن است گفتن. وقال الحاکم، حاکم هم روایت کردن گفتن که صحیح الاسنادی، اسنادش صحیح هست گفتن. لیکن شعیب ارنوط در تعلیقشون به مسند امام احمد گفتن که اسناده ضعیف و اینچنین قال شیخ الالبانی ضعیف، البانی ضعیف گفتن. خلاصه این مسئله تاریخ امام احمد هم دیگر بزرگان ملت اسلام از محدثین فقها گفتن که اذا جئنا فی الحلال والحرام تشددنا فی الاسانید. ما اگر مسئله های حلال و حرام باشد، حدیث آیدی حلال و حرام سخن کند، در مسئله اسناد تشددی میکنیم، سخت میگیریم، اسناد از نظر میگذارونیم. و اذا جئنا فی التواریخ تساهلنا. اگر در مسئله های تاریخ که اومدیم سبوکی میکنیم، یعنی به اسنادش سختی بعد نمیگیریم. مسئله تاریخ است، یگان چیز حلال هم نمیکنه، یگان چیز حرام هم نمیکنه. یعنی این حدیث به هر حال، یعنی خیلی که دیدیم امام ترمذی شاگرد امام بخاری، نه فقط شاگرد، هم شاگرد و هم رفیق. جادلت محمدن میگن، من با محمد جدال کردم. کدام محمد؟ محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم بخاری. با امام بخاری جدال میکردم. هم عصر هم شهر، ترمذ و بخارا که مسافه دور هم نیست، هر دوشان با هم ملت، هر دوشان هم تاجیک، هم از علم امام بخاری استفاده میکردن. اگرچه سن و سالاشان نزدیک بود و هم رفیق و هم سفر بودن، با از همدیگر علم میآموختن. یگان جایی مشکلی ندارد. آدم علمدار از نزدیکانش، از دوستانش، حتی از فرزندانش یا از شاگردانش هم علم میگیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم اینه محدثان میگن که روایت الاکابر یعنی الاصاغر، روایت بزرگان از خردان.
یعنی آدمی کلانسال از خودش خود روایت میکند، هیچ گپی ندارد. سفیان ثوری وقتی که درس میگفتن، استادانشان مثلا استادانی که 60 ساله بودن، اونا در زمانی برای این که از قرآن و حدیث تعلیم داده بودن، آمده در درس هاشو اشتراک میکردن و میگفتن که اتیتنا صغیرا اتینا که کبیرا، تو به نزد ما وقتی که آمدی خردسال بوده ای سفیان و ما کلانسال شده به پیش تو آمدی. یعنی تو در ایام خردسالی از ما علم گرفتی، ما کلانسال شده به پیش تو آمدیم، محتاج شده به علم تو. اینه میگوید که روایتی بزرگان از خردها. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم از تمیمی داری یک روایت دارند، میگفتن که خیلی که در صحیح مسلم است، حدثنی تمیم الداری، گفتن برای من تمیمی داری حدیث گفتن. ببینید این علما در زیری حدیث روایتی اکابر از اصاغیر آوردن، روایتی بزرگان از خردان. پیامبر صلی الله علیه و سلم که حدثنی تمیم، به من تمیم حدیث گفتن. اصلا همه میگفت که حدثنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، به من جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داد. خلاصه یه روایتی دیگر از در طبقات کبرا ابن سعد رحمت الله علیه روایت میکنه از سعید ابن مسیب، داماد حضرت ابو هریره هستند. سعید ابن مسیب سیدی تابعین. اگر حضرت ابوبکر سیدی صحابه ها باشند، حضرت سعید ابن مسیب سیدی تابعین هستند. میگن که ولد نوح ثلاثه، فرزندان نوح 3 تا بود، 3 پسر داشتند حضرت نوح علیه السلام: سم، حم و یافث. فولد سام العرب و فارس و روم. از همین سام برادر، یک چیز به شما خاطر رسان کنم، حضرت نوح وقتی که 80 نفر مسلمان های به کشتی گرفتند و سوار شدند، ببینید 950 سال دعوت کردند، همین 80 نفر ایمان آورد، خلاص باقی مانده همه کافر شدند. حضرت نوح دعای بد کردند در حق آنهایی که ایمان نآورد: رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار در روی زمین یگان کافر نماند، همش جانش گیر. الله تعالی دعاشون اجابت کرد. بعد کشتی ساختند و به داخل کشتی 80 نفر مسلمان ها را گرفتند. لیکن با خواست الله تعالی از همین 80 نفر مسلمان ها تا امروز نسل باقی نماند، اینا فرزنددار نشدند. یگانه همه آدم هایی که الان در روی زمین هستند همه فرزند حضرت نوح علیه السلام. اگر شجره داشته باشند همه به واسطه نوح به آدم میره، برای اینکه همین 3 فرزندان نوح علیه السلام، سام و حام و یافث یا که یافث، از همین ها تمامی بشریت به دنیا آمد. ببینید سعید ابن مسیب گفتن که سام این پدری عرب، فارس و روم هست. گفتن اینا هم ببینید به همدیگر شکلاشون هم مانند است: عرب، فارس و روم. روم یعنی اروپا، چون که اینها همین در یک قاره قرار دارند. عرب هم در آسیا هست، اروپا خیلی در منطقه اروپا هست، فارس هم در منطقه آسیا هست. یعنی اینا ببینید شکلهاشون هم، رنگاشون غالبا سفید است، شکلهاشون هم به هم دیگر نزدیک است. اینا همه فرزندای سام گفتن. و فی کل خیر، بر در دومه شدن که در تمام فرزندان نوح خیر است. یعنی خیر فقط خاص در یگان فرزندان نوح مخصوصا نیست. و ولد حام، از حام گفتگی پسرشان که ها به دنیا آمد: سودان و البربر و القبط. سودان این همون مردم افریقایی ها هست، غالبا سیاه پوستا هست. بربر این مردمی هست در منطقه های مثلا مغرب، یعنی مراکش حاضره، جزایر، در همین منطقه ها بربر هست. قبط این مصری ها هست که این طرفی یک طرفی افریقا هست، قاره افریقا هست. سودانش طرفی
یعنی اون سیاه پوستاش است. و ولد یافث الترک، اما فرزندان یافث که ها هست؟ ترک و یعجوج و معجوج گفتن. این چون این مردم سین و شاید قرقیز و قزاق و مردم های چشم تنگ از فرزندان یافث هست، یعنی یکی از فرزندهای حضرت نوح علیه السلام. خلاصه علم برادرای عزیز، خواه علم دینی هست خواه علم دنیوی هست، همه آن خوب است. در جای دیگر حضرت لاهوری گفتند که هر دو انعام الهی ذوالجلال، بندگان را این جلال است آن جمال. هر دو هم، علم دینی هم علم دنیوی هم، انعام الله است، داد الله تعالی هست. این علم مال یگان مردمی خاص نیست، بلکه اگر خیلی که در جای دیگر میگن نه، لیک اگر نگاه کنی خوب، اگر اندیشه کنی و تحقیق کنی، علم دنیوی هم اصلا اساسگزارهاش مسلمان ها هست. بندگان را این جلال است آن جمال، یعنی علم دینی این جلالت است، عظمت و بزرگی است، و علم دنیوی این جمال و زیبایی است. بنابراین شریعت هیچگاه ضد علمهای دنیوی نیست. بنابراین خوب است که فرزندانتان یعنی مکتب و مدرسه و دانشگاه ها را با بهای خوب خوانند، یعنی کوشش کنند معلوماتی بسیار گیرند، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به علمهای دنیوی ترغیب کردند. مثلا بعضی صحابه ها را امر کردند که لغت یهود را آموزند، و در قرآن هم 770 آیت است آیت علمهای دنیوی، و شاید اگر امروز که برای شما ملال شده باشد در دیگر صحبت بیان میکنیم. و عموما فرزندان خود را تعلیم دهید و معلم ها کوشش کنید به فرزندان مسلمان ها به اخلاص علم آموزانید و مردم را از دین خود دور نکنید و هیچگاه تنقید دین نکنید که این عمل کفر است، و هیچگاه علم دنیا ضد علم دین نیست، علم دین ضد علم دنیا نیست، هر دو یکدیگر را مکمل میکند. علم دنیا خدمتگار قرآن است، هر یک علم زیر یک آیت قرآن می‌دراید. ما میتونیم چندین مثال ها ذکر کنیم. خود این نام سوره ها را یا مراتب نگاه کنید: سوره حدید، سوره آهن. آهن، دانستن آهن، کیفیتش، اصلی خلقت و آفریده شدنش، چی وظیفه ها را اجرا میکند، در چند گرادوس آب میشود، مثلا اینا علم دنیا هست. الله تعالی نام یک سوره سوره حدید مانده است. یک سوره به نام شمس است، آفتاب. یک سوره به نام قمر است، ماهتاب. یک سوره به نام شب است، لیل. یک سوره به نام روز است، خلاصه به نام آفتاب است. یعنی اگر همین نام سوره ها را هم گیرید، شریعت جدا نکرده است. همش نام های دینی نیست، همه نام 114 سوره ها. مثلا بله، سوره توبه، نام سوره توبه هست، این نام دینی هست، اصطلاح دینی. یا منافقون، سوره منافقون این اصطلاح دینی هست. یا سوره محمد صلی الله علیه و سلم به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. سوره ابراهیم به نام حضرت ابراهیم. اینا بله آیات دینی هست. یا سوره انبیا، پیغمبرها. لیکن مثلا سوره نحل گیرید، زنبور عسل، دین است یا دنیا؟ دنیا هست. نمل، مرچه ها، 100% علمی دنیا هست. انعام، چارپاها. خلاصه آیت این سخنها زیاد است. خلاصه کلام این است که برادرای عزیز،
علم آموزیدان هایی که آموزگار هستند به طلبه ها ظلم نکنید. به طلبه ها علمی که تعلیم میدهید ساده آسان فهما کرده تعلیم دهید. آن علمی که تعلیم میدهید آن علم را خوشرو فهمانید. محبت همان علمی که درس میدهید در دل طلبه، یعنی کوشش کنید جای کنید، یعنی حرکت کنید به طلبه ها این علم را محبوب کرده نشان دهید. برای اینکه از تجربه معلوم است که بعضی طلبه ها واقعا ملکه خوب داشتند، ذهنی تیز داشتند، فهمی خوب داشتند، ولی از سبب اینکه مدرس را بد دیدن، معلم را بد دیدن از سبب اخلاقی بدش یا از دیگر جهت صفاتش بد دیدن، مدرس را همون فن هم بد دیدن، از خودش هم و از فنش هم بیزار هستیم گفته ترک کردن. ولی این کار خطا هست، ولی که شما سبب میشید. حرکت کنید برای طلبه ها، یعنی علم را در بهترین صورت تعلیم دهید. در همین قدر کفایتی میکنیم. الله اعلم. خب شاید به یگان سوال ها جواب میگوییم. از کجا خونی میکن؟ درباره خوابیدن گپ میزدید که خواب میبینیم، خواب راست است یا اینکه دروغ؟ همین سوالی که به چشمم فرومد خواندم برادرها، میگن که درباره خواب سخن کن، خواب راست است یا دروغ؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که خواب از 46 یک جزئی پیغمبری است گفتن. و در تفسیر این حدیث یعنی علما فکرهای گوناگون دارند. و در حدیث دیگر هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اصدقهم حدیثا اصدقهم رؤیا. راستگویترین مردم، راستترین آنها از نگاه خواب است. کسی که در سخنهای دنیاش راستگوی باشد و سخنهای خوابش هم راست میبره. چی گفتن؟ داد معلم هایی میگوید روی مالتون را گیرید، حکمشون چیست؟ بله، حرکت کنید به مقدسات شریعت، کار نگیرید برادر عزیز. گناهایی هست که الله تعالی عاجلا در دنیا جزا میدهد. گناهایی هست که به قیامت ذخیره میکند الله تعالی. از جمله گناهایی که عاجلا در دنیا جزا داده میشد این تنقید کردن دین مقدس اسلام که دین الله سبحانه و تعالی هست. شما یک مراتبه به ساخت خودتان نگاه کنید، چه خیلی که الله تعالی که و فی انفسکم افلا تبصرون، یک مراتبه به خودتان نظر کنید، به این قاش و چشم و گوش و دندان و خواهید به قلبتان نگاه کنید، خواهید به اعضاهای تناسلتان نگاه کنید، خواهید به معده و رودتان نگاه کنید، به هر یک اعضاتان نظر کنید. الله تعالی چه خیلی شما را آفرید. الله تعالی در سوره نحل میگوید که خلق الانسان من نطفه. الله انسان را از نطفه آفرید، یک قطره آب. ببینید یک قطره آب الله تعالی چه خیلی یک آدمی خوشرو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسانیت را در بهترین صورت آفریدیم. از همه مخلوق زیبا آدم است. در دیگر مخلوق ها نگاه کنید. الله تعالی مخصوصا آدم گفت که الله آدم از یک قطره آب آفرید و فاذا هو خصیم مبین. ناگاه وی با الله تعالی دشمنی میکند، همراهی الله تعالی جدال میکنه. برای چی عرق حرام کردی؟ اصلش انگور است کو. با الله تعالی اعتراض بیان میکند. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. الله تعالی ذات است که از کاری کردهش پرسیده نمیشد، مخلوق ها پرسیده میشن. شما انسانی بودید. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. الله شما را از شکم های مادراتون بیرون برآورد، چیزی را نمیدانستید. و جعل لكم السمع والابصار والافئده.
به شما گوش شنوا، چشمی بینا و قلبی عقول، قلبی که میفهمد عطا کرد. اگر گوش نشنود علم گرفته نمیشد، چشم نبیند، اینا دویمین آلت علم است. و قلبی عقول، قلبی داد که با اون میفهمید. شما خودتون وقتی که الله شما رو از شکمهای مادراتون بیرون بره چیزی رو نمیدونستید، الله برای شما گوش و شنوایی و بینایی و فهمیش داد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، چیزی رو نمیدونستید. الله برای شما این اعضاها رو داد، علم داد. شما اکنون امروز کمتر کتاب خواندید و امروز با شریعت الله تعالی دشمنی دارید. به این شریعتی که الله تعالی از بالای 7 قبض آسمان نازل شده است. الله تعالی که اگر تمام انسان‌های جن‌ها یکجا جمع آیند، به همدیگر مصلحت کنند، به همدیگر یاری دهند، از این قرآن کریم یه حرفی خطا یافته نمیتوانند. شما امروز اکنون با این بیسوادیتان برآمدید و از شریعت و از یعنی سخنهای الله تعالی خطاگی میجویید. یعنی هرگاه به این اگر خواهید که در دنیا و آخرتتان صحت باشد، یعنی دنیا و آخرتتان آباد باشد، هیچگاه همه وقت مسلمان وظیفش تسلیم شدن به امرهای الله تعالی است. هیچگاه اعتراض بیان نکنید. بله همچون سوال و فهمیدن برای چی الله تعالی مثلا فلان عمل را فرض کرد، برای چی الله تعالی فلان کار را حرام کرد، مراد چی است، چی ضرر دارد که حرام کرد، چی فایده دارد که امر کرد، گفته پرسیدن با مقصد علم گرفتن هیچ باکی ندارد. لیکن اعتراض بیان کردن این کفر است. درباره رفع یدین گویید. رفع یدین برادرای عزیز، برداشتن دو دست در نماز، این یک سنت است. اگر کسی اجرا کرد ثواب میگیره، کسی اجرا نکرد نمازش درست است. یعنی این یگان فرض و یک چیزی نیست که به سبب همین ما با همدیگر جنگ کنیم و از نافهمایی. خیلی که سالهای پیش در کشورم همین مسئله که بعضی جوانها با بعضی داملاها جنگ و جدال می برداشتن، این خیلی مسئله نیست. یعنی باید در مسئله های فرض تشدد کنیم. ببینید مثلا با سرپوش نماز خواندن از همه مرتبه بلندی که مثلا یگان کس گفت مستحب است، از همه مرتبه پستی که گفتم مکروه است. یعنی اگر کسی همین باره گفته باشد مکروه گفتگی است، حرام نیست. برای مرد مثلا بی سرپوش نماز خواندن از همه آدمایی که سخت گرفتن مکروه گفتن، آنهایی که ترغیب کردن مستحب است، کند خوب است گفتن. لیکن نمازش نماز است، نمازش صحت است. ببینید یک موی سفید با جوانایی که بی تاقی می آمدن جنگ میکند، لیکن نبیر دخترهای خودش بی سطر رویمال ندارن، موهاش کشاده در کوچه میگه. اون فرض عین است. در سنت اگر این مستحب گوییم، در مستحب این کار میکند، لیکن در فرض این کار نمیکنه. حجاب فرض است. نبیره های خودش مثلا بی رویمال مکتب میرن یا کوچه میرن، با اون این کار نمیکنه، حرام است. کشادن عورت حرام است. الله تعالی کشادن عورت در قرآن فاحشگی نامیده است. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، بگو که الله تعالی با فاحشگی امر نمیکند. فاحشگی فقط زنا نیست، کشادن عورت فاحشگی است. عرب ها در گرد کعبه پیش از آمدن دین مقدس اسلام عریان طواف میکردن، بی لباس. زنها شبانه طواف میکردن، مردها روزانه. بعد وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم با آنها این کار کردند، آنها گفتند که این وجدنا آباءنا، ما پدرهای ما در همین راه یافتیم. ما پدرها ما در همین راه یافتیم که آنها در گرد خانه کعبه عریان طواف میکردند. درست گفتند. والله امرنا بها، الله ما را به این کار امر کرد گفتند. بعد الله تعالی این کار کرد. ببینید آنها دو دعوا کردند، برای همین کارشان دو دلیل آوردند. گفتند که
ما پدرهایمان رو در همین راه یافتیم، الله ما رو به همین راه امر کرد. الله تعالی یک رد گردانید، گفت که قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، بگو که الله تعالی با فاحشگی امر نمیکند. برای چی دو جواب نگردان؟ برای اینکه جواب یکمشان درست بود. ما پدرهامو در همین راه یافتیم گفتن. درست، پدرهاشون در همین راه یافتن. والله امرنا به، الله ما رو امر کرد که دعوا کردن علاوه که الله به فحشا امر نمیکند، به فاحشگی امر نمیکند. گفت یعنی کشیدن عورت، کشادن عورت این فاحشگی هست. بنابراین زنها باید عورتاتون رو پوشید برای خواهرای عزیز. خلاصه رفع الیدین سنت است برادر. اگر حتی یک آدم ترک کندم سجده سهو واجب نمیشد. برای چی؟ برای اینکه به سنتی نماز است، واجباتی نماز نیست. سجده سهو به ترکی واجب میشد. بنابراین اگر مثلا در یک کشور زندگی کنید که مردمش گوناگون باشد، در آنجا مذهب‌های شافعی و مذهب احمد و مذهب ابو حنیفه و همه مذهب‌ها باشد، رفع الیدین کردن گیرید اگر مشکل نباشد. اگر در یک کشور زندگی کنید که مردمش تنگ نظر و تنگ فهم باشند، حالی نمیفهمیده باشند، بگذار ترکی رفع الیدین کنید، هم هیچ گپی ندارد. یک سنت است برادر عزیز. در خانه در نمازهای تهجدتون رفع الیدین کنید. الله اعلم. خب استاد پدری تیمیه هستم، دعا کنید الله تعالی دختری شما رو دختری صالحه گرداند. این تیمیه نامی یکی از مادر کلانهای شیخ الاسلام، حتی پدرشون و بابایشون هم ابن تیمیه بودن. پدری تیمیه، فرزند تیمیه، بچه تیمیه. برای چی؟ برای اینکه اون زن یک زنه که صالحه، زنه که امر معروف کننده و نهی منکر کننده در بین محله، صاحب آبرو بود اون زن. بنابراین بچه هاش هم بچه تیمیه میگفتن، نبیره هاش هم بچه تیمیه میگفتن. خودش در یک عائله یک آدمی با آبرو باشد، همه را به همون نسبت میدن. این مثلا نبیره فلانی، این دادری فلانی، این پدری فلانی، این مثلا ابیری فلانی، این جیانی فلانی، گفته به یک آدمی بزرگ همه را نسبت میدهند. الله تعالی دختر شما را صالحه گرداند. خب برادران انشاءالله من این حاضر به واسطه تلفن بار اول افیر زنده داریم، برای همین من نمیتونم زنگ قبول کنم. این خیلی یگان جهازی زنگ قبول کنی و یگان گوییم برنامه چی نداریم. حالی اگر من تشکیل کرده توانیم شاید آینده بعد مستقیم به سوالاتون با آواز جواب دیم. حاضرش به همون کدام میتونه سوالاتون رو خواندم جواب میگم. بسم الله. خب نماز تهجد رو پیش از نماز ویتر خوانیم می شود؟ بله، تهجد باید پیش از ویتر خوانید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اجعلوا آخر عهدکم باللیل ویترا، او کما قال صلی الله علیه و سلم. آخرین نمازتون شبانه چی شود؟ نماز ویتر شود. حرکت کنید آخرین نمازتون نماز ویتر شود. گفتم تهجد رو میخوانید، بعد در آخرش ویتر میخوانید. خب در رسی ما مگزین سودا میکنیم، به نماز جمعه رفته نمیتونیم. 1 سال یا زیادتر شد. نماز جمعه فرض است برادرای عزیز. حرکت کنید. مثلا در رسی امکانیتی رفتن به نماز جمعه هست. هر یک کارخانه ها 1 ساعت به نماز به تعام نصف روزی استراحت میدهند. کوشش کنید به نماز جمعه اشتراک کنید. نماز جمعه فرض است. الله تعالی خرید و فروش حرام کرد. ما در این باره نوار داریم. یعنی جمعه فرض است. برادران این عذر نمیشد که
ما کار داریم و تجارت داریم و به نماز جمعه نمی رویم. خون طهارت را میشکند. این سوال ها ما برادرها جواب گفتگی هستیم. همین شبکه های یوتیوبی رشد و بیان ببینید، من مسئله تیوی هست. مسئله تیوی برای شخصانی تنبل است، اونایی که نمیتونه 1 ساعت نشسته علم گوش کنه. یا مسئله علاهیده کرده برادرها خدمت دارن، جدا کرده برآوردن تا اینکه همون یک مسئله 1 دقیقه را گوش کند آدمی تنبل. در زمانهای قدیم سبحان الله این زمان تیز ترقیات دارد. اگر باور کنید همین روز ما میدانستیم، ما در ایام دانشجویی ما خیلی کسیته های زیاد خریدگی هستیم. کسیته های اودیو کسیته ها هست که 200 300 مثلا درس یک عالم رو ثبتش می خریدیم. شیشگین بود. با اونو به تاجیکستان بردگی هستن 7000 کیلومتر. اگر یک روز میدانستیم که آینده دیسک میبراید یا فلشکه میبراید یا آینده یوتیوب میبراید یا اینترنت تا این درجه پهن میشد که حاجت اینه برداشتن، ما همونو بر وقتر برداشتن نمی آمدیم. ببینید امروز همه علم ها تیار در خانتان هست. کتاب های هم هست در داخل همین یک تلفنتان، درس های هم هست. اگر این روز بسیار تیز ترقی کرد، حتی همین پیش بینی نکردیم. مقصد اینه که علماهای قدیم اگر کتابهاش خوانید، اگر علل خصوص آن آدمایی که مختصر می نوشتند، در مقدمه مختصرش میگوید که دیدم که مردم زمانه ما همتاشون کم شده است. او کتابهای 20 مجلده خوانده نمیتوند. من گرفتم همین مختصر کردم. میگم مختصر کرده، مثلا 5 مجلدش کردیم که مردم دسترس شود. و 5 مجلد رو بردار کردن آسان است. اون مردم رو بردار میکردن. اگر خواهید که صاحبی کتاب شوید، کتاب از یک کس عاریه میگیرید و آمده مینویسید شبهای درازه. وقتی که نوشته شدید و 2 کس به همدیگر مقابله میکند، مقابلش میگه که یک کس میخواند، یک کس نگاه میکند که درست روی بردار کرده است یا نکرده است. مطبعه نبود، چاپخانه ها نبود. یگانه راه علم گرفتن کتاب بود و بعد مباشرتا از استاد علم گرفتن بود. علمای گذشته را علمش چه خیلی میگرفتن؟ به واسطه کتاب بود. بنابراین بعضی عالم ها ممکن من دیدم که مردم ما همتاشون که کم شده است، من این کتاب مختصر کردم میگم. یعنی 20 مجلد 5 مجلد کردیم. با بعضی عالم ها همین 5 مجلد آمده با 1 مجلد کردن. گفتن که در زمانه ما همت مردم پس شد. گفته یعنی که این مسئله تیوه 1 دقیقه 2 دقیقه برای همین آدمایی که همتش پست است از همین دیگر بیان و رشد گرفتن مختصر کرده، ساده کرده، فراورده است. همین مسئله ها همش همونجا هست برادرها. ثانی جستجو کردن هم تعلیم گیرید. ما وقتی که عنوان میمونیم با شریفت تاجیکی می نویسیم. شما هم وقتی که یک مسئله اگر جستجو کردنی شوید با شریفت تاجیکی نویسید، همون مسئله برای شما می براید. خلاصه مسئله ها را کاوید برادرها هست. ها یک مسئله ما شرط نه که مثلا صدها بار جواب گوییم. اخرانی شده کار میکنم در مغازه گوشت خوک و عرق پولی من میگرفتگی چی میشد؟ بله برادر عزیز، یعنی حرکت کنیدتان در آن کارخانه هایی که درآمدش حرام است از آنجا پرهیز کنید. بعد این پول های جمع کردگی شما از راه حرام همش یه روز از بینیتان میبراید، بیفایده میشه. یک آدم نمازخوان شده بود، یا جینش نصیحت کرد که عرق نفروش جینام. گفت که آخر تقاش ما خودتان 20 سال عرق فروختید، اکو نو حاجی شده آمده بس کردید. بعد اون آدم گفت که گوش کن، گفت من عرق فروشی و وینو فروشی از 0 شروع کردم. از 0 آهسته آهسته پولدار شدم.
$40,000 پولدار شدم. همین پولها از همون پول عرق بود. سال 97 اگر در خاطر داشته باشید یک هواپیما الله علم از خوجند بود یا از دوشنبه بود به سوی دبی میپرد، در هوا ترکید. در داخل همون هواپیما همون $40,000 پولای من همش بر رفت گفت. یعنی که در مدت 20 سال از تین به تین اون زمانه‌های از شوروی سر کردگی است. ببینید من 20 سال اگر پول جمع کرده باشد، سال 97 از بین رفته باشد، یعنی تین به تین پولایی که در مدت 20 سال جمع کرد در یک شب از بین برفت. همین خیلی است. با پولی حرام به فرزنداتون مثلا میخورونید، بعد از اون فرزندا میبینید یا فرزندای مثلا فرزندای غیر صالح میبرایند. کل لحم نبت من سحت فالنار اولی به. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر یک گوشتی که از پول حرام میسبزد آتش دوزخ برای اولاتر است. همین آدم فربه میشد کو کلام میشد، کودک کلام میشد، همون گوشتش میسبزد. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر یک گوشتی که از پول حرام میسبزد آتش دوزخ به آن گوشت اولاتر است گفتم. بنابراین بله بعضی ها سبوک میگیرن، های تو در دیاری کفر هستی، مقصد کار حرام کردن گیر. نعوذ بالله. آخر برای این یگان دلیل از جانب شریعت لازم است که الله تعالی گفته باشد که در دیار کفر حرام کرده الله تعالی به شما دخل نداشته باشد. او در تمام زمین یک است امر الله تعالی، مگر هم مثلا در این مسئله های به وضعیتی همون روزه نگاه کرده یگان فتوا دادن ممکن، و الا اصلا هر چیزی که الله تعالی حرام کرد حرام است. شما پاسبان هستید در یک مغازه‌ای که گوشت خوک و عرق میفروشن، از همون پول شما مزد میگیرید. حرام است. من نمیتونم مثلا این چیزی که حرام است برای شما حلال گویم. این مسئولیت است برادر عزیز. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه حالا یه روزی میاد که حلال ترین مال مسلمان گوسفند میشد. گفتن در صحیح بخاری است. حلال ترین مال مسلمان گوسفند میشد. اون گوسفنداشو گرفته در بالاهای کوه میچراند، از فتنه مردم کدام کسب گیرید کدام تجارت گیرید آمیخته با حرام است، علل خصوص در این زمانه ما. لیکن سبحان الله بعضی صحابه های تابعین بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم همون زمانه ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودن آمد، گفته گوسفنداشون گرفته به کوهسارها برفته بودن. یفر بدینه من الفتن، دین خود را گرفته از فتنه ها میگریزد. گفتن یعنی کوشش کنید در این زمانه پول حلال یافتن واقعا آسان نیست. بنابراین گفتن که یک زمانی بیاد که سنتی من استوار ایستادن در اسلام و در سنت مانندی لخچه را در دست گرفته ایستادن است. گفتن کدام کار رو میرید یگان کاری آمیخته به حرام دارد. البته حلاله که جستجو کنید الله تعالی رازق و رزق دهنده است، بی حاجت میکند ان شاء الله. خب چی؟ به یک سوال جواب دادگی هستیم، حالی نوارش نفرآمده است، نشر نشده است. به یک سوال 1 ساعت جواب گفتم، یک مسئله عادی. بعد به همون 24 سوالی که در چی هست در روش نشر شده است 24 سوالی به دلیل گفتیم، یعنی جوابی کوتاه، به سوال ها جوابی کوتاه دادیم. بعد به این 1 سوال جوابی مفصل دادیم. بعد آیدی به سوال ها باید جوابی مفصل تیم یا جوابی کوتاه تیم. در همین مسئله هم صحبت کردگی هستیم. انشاءالله کاربران انشاءالله همین نوار را اگر میفروردن بعد فکری شما میگرفتیم، به سوال ها پره جواب تیم وسیع و تفصیل
یکی کوتاه و مختصر. بله برادران، این مردم خوب نیستن. خب خب برادران، به فکرم در همین قدر کفایتی میکنیم. انشاءالله من نصیب باشد با هفته آینده یگان روزی معین میکنیم و بعد انشاءالله به سوالهای شما به طریق تلفن باشد انشاءالله جواب میگوییم. الله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.